در عصرش باشه اون رو قبول. هر نامی که میخوایی بگو، هر لقبی که میگذاری بگذار. سلفیت یا به مذهبی امروز امت را بجای رسانید که همین گروه هایی که ما و شما میبینیم که دستشان به خون مسلمان آغشته است به نام های مختلف، چه داعش باشد، چه دیعیش میگویند ما در کلیلی ما و شما، چه دیعیش باشد، چه القاعده و دیگرش باشد، همه اینها سرچشمه اشان از همین سلفیت به مذهبی پیدا شد. هر چیزی که میکنی بکن. لکن تبا هر دوی ما در مقابل رب العالمین قرار میگیره. تو که به خاطر جیبت مردم به شرک مبتلا میکنی. ما و شما بعد اینکه زیارت قبر رسول الله صلی الله علیه و سلم را میکنیم، مستحب است که 3 بار طلب کنیم که اسألک الشفاعت یا رسول الله، اسألک الشفاعت یا رسول الله، اسألک الشفاعت یا رسول الله. به خاطر جیبت مردم به قبر پرستی دعوت میکنی. روحا خفا شدن یخی بزرگه مردم میگن خدا زده بود. به خاطر منفعت نفست افرأیت من اتخذ الهه هوا. تو که اله معبودت خواسته های نفس گرفتی. اشوای ملت اساسدار صلح وحدت، مردم کوهستان از شما بسیار میانه‌دار هستند. به این خاطر حق بر مردم بیان کردن نمیتونی. بگو انشاءالله تعالی در روز قیامت کل ما و شما روبرو میشیم. اونجا رب العالمین میبینه که کدام بنده ما بنده واقعی بود، کدام بنده ما بنده مخلص بود، کدام بنده های ما لقب دیدن. اگر کسی به خاطر بیان عقیده توحید درست نام های سر مردم میمانه، ما از رسول الله برتر نیستیم. به او رسول کذاب گفتن، بر او که رسول دروغگوی گفتن، بر از او ساحر گفتن و کاهن گفتن و مجنون گفتن. بر ما هم هر چیزی که هر کسی بگوید، ولیکن ما برشان میم که اشهد ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله.